سلام بچه‌ها، من یه اپلیکیشنی پیدا کردم که خیلی باحاله. کافه ها و رستوران ها و اینا که آیتم هایی که نمیفروشن تا آخر روز رو میذارن توی این. بعد شما 4-5 یورو میدین، یه بسته یه ماجیک باکسی بهتون میده 15-16 یورو قیمتش. حالا امروز ما یه دونه شیرینی فروشی نزدیک خونمون اونو پیدا کردیم، یعنی ما ازش چیز میگیریم، خیلی خوشمزه و باحاله. بعد دیگه دیدیم تو اون اپلیکیشن هست، رزرو کردیم و رفتیم گرفتیم. حالا بریم ببینیم چی بهمون داده. من خودم هم ندیدم چی گذاشت، فقط این دو تا بسته رو بهم داد و قیمتش هم 4 یورو شد. حالا بریم ببینیم چی داده بهمون. یه دونه کروسان، یکی دیگه، یکی دیگه. خیلی هم این شیرینی فروشی خوبیه. یه دونه از این هست که توش پسته داره. یه دونه کروسان دیگه که مرباییه. این خودش تا اینجا فکر کنم 5 یورو شد دیگه. نه بیشتر، این بیشتره. این خودش تا اینجا بیشتر از 5 یورو شد. اوه اینجا رو، این چه خوبه. اینم کلی شیرینیه دیگه که اینا خیلی خوشمزه است. اینا هم شبیه نونخامه ایه، خیلی خوشمزه. حالا بذاریم مثلا بهتون بگم، این کروسانای ساده دونه 1 یوروه. این که مرباییه با این یکی دونه 1 یورو 20 تقریبا. این یکیه 1.5 یوروه. اینجا خودش میشه تقریبا مثلا 5 خورده 6 یورو. اینا دونه 1 یوروه هر کدوم که 4 تا اینجاست. اینا هم معمولا اینجوریه که مثلا وزن میکنه، ولی تقریبا اینا مثلا تقریبا 3 یورو میشه، 3 یا 4 یورو هم این شیرینی ریزا میشه. این یکی هم 2 یوروه. تقریبا 14-15 یوروه اگه میخواستیم تک تک اینا رو بخریم ازشون، ولی فقط 4 یورو دادیم. خیلی باحاله، خیلی هم اینجا باحاله، خیلی خوشمزه است همه چیش. اینم براتون میذارم، اگه ایتالیایین که حتما برید تو کالکسیون.